بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنادت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فنادته، پس صدا کرد او را یا ندا کرد او را، کی را؟ یعنی زکریا علیه السلام. الملائکه و ملائکه و هو قائم، در حالی که زکریا علیه السلام استاده بود، یصلی فی المحراب، وقت نماز میخوان در امو مسجد. ان الله، بر چی ندا آمد؟ پیام الله آمد که ان الله، یقینا که الله متعال، یبشرک، بشارت میدهد تو را، به یحیی، به فرزندی که نامش است یحیی، مصدقا، در حالی که تصدیق کننده هست، به کلمت، به کلمات من الله، از جانب الله، یعنی الله متعال او را تصدیق میکنه. و سیدا، و سید و رهبر می باشه، راهنمایی دینی میکنه. اصل رهبر است که ما شما گفتیم که رهبر و دینی و سیاسی می باشه. و حصورا، و بسیار نگهداری نفس خود است از شهوت ها، یعنی بسیار با تقوا می باشه، پاک نگهدارنده نفس است از شهوت ها. و نبیا، و پیغمبر می باشه، من الصالحین، از جمله صالحان. قال آل زکریا علیه السلام، وقتی که صدای از اینا را میشنوه خوشحال میشه و میگه که ربی، ای پروردگار ما، انا یکونو، چگونه می باشد لی بر ما غلام، پسری، و قد بلغنی الکبر، در حالی که من بسیار پیر هستم، و امرأتی عاقر، و همسر ما هم نازا هست. این همسر ما که جوان بود، طفل به دنیا نمیورد، حالا خب بیخی و هم پیر شده دیگه، من هم بسیار پیر هستم که به حساب چیز نیستم. یعنی علما میگن، مفسرین، که دو حالت دارن سوال زکریا علیه السلام. اول سوالشی بود که زکریا علیه السلام پرسان کرد که آیا حالت ما تغییر میکنه، من پس دوباره جوان میشم و خانم پس دوباره جوان میشه، و یا ای که سوال کرد که یا الله متعال، ما خود در عالم اسباب زندگی میکنیم، در عالم اسباب که است که حال خو این چیزا امکان ناپذیر است که اگر انسان در عالم اسباب می باشه، مرد پیر و خانم نازا، از این اولادی به دنیا نمی. قال، گفت کذالک، اینمی قسم الله متعال یفعل، الله متعال اینمی قسم الله متعال چی میکنه؟ یفعل ما یشاء، هر چیزی که بخواه. این قدرت الله هست. الله میخواه که اینمی قدرت خدا بر تو نشان بده. یعنی الله متعال مسبب الاسباب هم است، اسباب هم الله خلق کرده، خالق اسباب هم است. و الله متعال اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، باز وقتی که الله یک چیز را خلق میکنه نیازی نداره به این که مادرش چه قسم باشه یا پدرش باشه، این کار الله هست. قال، گفت زکریا علیه السلام، ربی، ای پروردگار من، اجعل لی آیه، برای من یک علامت یا نشانه را بده که ما خوشحال شم و بفهم که چه وقت بخیری کار میشه. قال الله متعال بهش گفت که آیاتو، که علامت تو، الله تکلم الناس، ای که سخن نمیگی یا سخن گفته نمیتونی، الناس، به امرای مردم، ثلاثه ایام، وقتی که 3 روز سخن گفته نتونستی بر مردم، الا رمزا، مگر به اشاره. واذکر ربک، لکن در امی وقت هم که خوش بودی و خوشحال بودی و فرزند داشتن بود، باز یاد کن پروردگارت کثیرا، بسیار زیاد. و سبح، و تسبیح بگو الله متعال به یگانگی، یعنی از عیبها الله متعال منزه ایمان داشته باش. و سبح، و تسبیح بگو بالعشی، در وقت عشا خفتن، و الابکار، و در وقت صبح، یعنی هر وقتی که بود باید ذکر الله را بکنی، اطاعت الله را بکنی، در جمله ذاکرین باشیم. از انگامی که قالت الملائکه، آل نوبت برای بی مریم علیه السلام میرسه. قالت الملائکه، ملائکه آمدن بر مریم گفتن یا مریم، ان الله، یقین که الله متعال، اصطفاکی، برگزیده تو را، و طهرکی، و پاک گردانیده تو را، و اصطفاکی علی نساء العالمین، و تو را برگزیده نسبت به زنهای دیگر، نسبت به زنها شخصیت تو بسیار عالی هست، تو بسیار عالی مقام هستی، تو ولی اولیاء الله هستی. یا مریم، ای مریم، با وجود ازی که تو از جمله مقربین و شخصیت های بسیار عالی هستی، لکن اقنوتی، فرمان بردار و مطیع باش برای لربک، به پروردگارت، و سجودی، و سجده کن برای الله، و رکعی، و رکوع بکو به الله، مع الراکعین، به همراه دیگه کسایی که رکوع میکنن. الله متعال یک موضوع اعتقادی بسیار مهمه برای مسلمان ها بیان میکنه که ای مسلمان ها فکرتان باشین که قصه های پیغمبرا و قصه های وحی، قصه هایی که مربوط به الله میشه و به دوستای الله میشه، خصوصا به پیغمبرای الله، یا کلش مربوط به غیب میشه.
از خود قصه های دروغی و تهمت نکنین سر پیغمبرا، که تهمت سر پیغمبرا تهمت سر الله و رسولش است و تهمت سر پیغمبرا تهمت سر خود خالق متعال است. حالا ما و شما بسیاری کسایی که قرآن درست نمیفهمن، بعضی قصه های دروغی را یا به شکل اشعار یا به شکل قصه ها ایره چی میکنن؟ سر پیغمبرها تهمت میکنن. عالمین الله متعال میگه که ذالک، اینمی چیزهایی که برای شما این حادثات که گفته میشه درباره زکریا علیه السلام، درباره عیسی علیه السلام، درباره مادر عیسی علیه السلام، درباره مسائل وحی، من انباء الغیب، این کلش امور غیبی هستند. ذالک، این همه از اینا من انباء الغیب، از جمله خبرهای غیبی هستند. نوحیه الیک، که ما ایرا وحی کردیم به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی حتی پیغمبر این قصه ها را از دل خود نگفته، شما هم قصه ها در مورد پیغمبرها ساختگی جور نکنین و با قصه های دروغی که موسی علیه السلام سر کوه رفت و موسی علیه السلام چم چوب شکن دید و چم سنگ تراش دید و باز رفت از سر کوه تو رو باز گفت که من پیغمبری تو را میگیرم برو سنگ تراش بساز. اینال این قصه ها هم شخصیت پیغمبر را زشت معرفی میکنن. چرا پیغمبر بخیزه خانه یک کسی را که سنگ تراش است رو چفه بکنه؟ یک پیغمبر اولوالعزم که الله که تزو گپ زدن. و باز وقتی که تو یک پیغمبر بزرگ است، باز تو الله بگه که من پیغمبری تو را میگیرم برو پس از او چیز بساز. این بعض قصه های دروغی هست، باز که بگه که مثلا او انسان بود، بازی انسان امی سنگ تراش باز از انسان به لاهوت به خدا مبدل شد. این عقیده کفری هست، این شرک است، با الله شریک ساختن مخلوق است که ناسوت انسان میگه، لاهوت الله را میگه، که باز الاخره این ناسوتش لاهوت شد، این از انسانیت برآمد اله شد. اینی اعتقادات کفری و اینی مسائل نداشته باشین و در قصه پیغمبران باید به قرآن سنت اعتماد بکنین. چرا؟ در بسیاری از کتاب ها، مثلا خصوصا اگر شما کتاب های منسوخ و کتاب های تحریف شده رو ببینین، در شان پیغمبرها بسیار بیادبی کردن و کافر شدن. به سبب بیادبی به پیغمبر بیادبی سبب کفر میشه، به وحی بیادبی سبب کفر میشه، به ملائکه بیادبی سبب کفر میشه، برای الله بیادبی سبب کفر میشه. لعنت الله سر از اینا که نازل شد علتش می بود. الله متعال میگه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که این کلش انباء الغیب بود، این کلش خبرهای غیبی هست که ما برای توی رو بیان کردیم. و ما کنت لدیهم، و نبودی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو در نزد از اینا، اذ یلقون اقلامهم، وقتی که اینا منداختن قلمهای خود را. اونجا چی کردن؟ قرعه کشی کردن امی بین زکریا علیه السلام و دیگه علمایی که در اونجا بودن. اونا میگفتن هر کس میخواست که بیبی مریم با کفالت خود بگیره. بالاخره با قناعت حاصل نشد، دلایل هر کس گفت خیلی بیاین قرعه کشی میکنیم. بازم قلمای خود در او انداختن. دیگر اینجا گفت که ای رسول الله صلی الله علیه و تو نبودی وقتی که اینا قلمای خود انداختن، ایهم، که کدام یک از اینا یک فلو کفالت بکنن مریم بیبی مریم علیه السلام، که کدام از اینا کفالت و سرپرستی بکنن. و ما کنت لدیهم، و تو در نزدشان نبودین، اذ یختصمون، وقتی که اینا جنجال میکردن، خصومت درباره سرپرستی بیبی مریم میکردن. پس پیغمبر صلی الله علیه و خود از این قصه ها خبر نداشتی، موضوعات غیبی هست. امت تو هم باید این ادب مراعات بکنه در قصه های پیغمبرها. قصه های ساختگی و دروغ باید چی نسبت نتن بر از اونا. مثل که بسیاری از فیلم ها و سریال ها ساخته شده درباره پیغمبرها، مثلا ازدواج زلیخا با یوسف هیچ ثابت نیست. این رفتن از این کتابای چی گرفتن؟ از اونم کتاب ها گرفتن. ما و شما باید در قصه های پیغمبرها باید از چی بگیریم؟ قصه های پیغمبرها. یا مثلا در قرآن میگه که یعقوب علیه السلام بسیار صابر بود، صبر میکرد، هیچ وقت جزا و فضا نمیکرد. برعکس از او در سریال ها که سعی کنی یعقوب علیه السلام بسیار انسان غیر صابر معرفی کرده. اینی کارا کلش کارهای کفری و بیدینی و بی ایمانی هست که نباید انسان مسلمان در قصه های پیغمبران که مربوط به غیب میشه از خود قصه ها را داخل بکنن. بعض ناتاک است، اینا هم افراط و تفرید میکنن که گاهی شخصیت از اونا را افراطی است که بعضی اوقات پیغمبرها از مقام بندگی میکشن. این میگن که در سر عرش ایسته و پیغمبر ما چم در عرش است و چطور است و عرش نور نداشت و بازی نور عرش شد و چطور شد، در حالی که عرش الله متعال از اول صاحب همه چیز بوده. بعضی افراط میکنن و بعضی کسای دیگه هستن که باز تفرید میکنن. از این خاطر الله متعال میگه که انباء غیب است، مربوط به غیب است، داری فقط اکتفا به چی بکنین؟ به آنچه که در قرآن و سنت هم احادیث صحیحه باشه. قصه بنی اسرائیل و از کتاب‌های دیگه که بیادبی ها بعضیا تفرید میکنن. عمل که شما ما یک وقت طرفه من نوشته میکردم درباره مقایسه نبوت در ادیان ثلاثه. باور بکنین که اگر شما او کتاب ما را بخوانین ببینین که این بنی اسرائیل سر پیغمبرها چی تهمت‌هایی را نکردن. متهم به زنا پیغمبر را میکنن، متهم به گناه پیغمبر را میکنن، متهم به شراب نوشی
العیاذ بالله. حتی بسیار گپایی که ما با شما هم گفتن هم میتونیم گوره بخونی بیخی عجب میکنین که چی است، این چی بدبخت مردم هستند. پس از این خاطر در قسمت پیغمبرها انسان نباید به کتاب‌های منسوخ و به کتاب‌های تحریف شده اعتماد بکنه، بلکه عقیده صحیح و درستی که است در قرآن عظیم شان است و در احادیث صحیحه، نه در قصه ها، حتی احادیث ضعیف و احادیث موضوعی که علما گفتن که احادیث ساختگی است باید به او اعتماد نشه. اذ هنگامی که قالت الملائکه، ملائکه گفتن یا مریم و ای مریم ان الله، یقینا که الله یبشرک، بشارت میده تو را به کلمت منه، به یک کلمه از خود. یعنی کلمه الله چی بود؟ که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس این هم بنده الله هست که به امر الله خلق میشه. ای هست اسمه چی است؟ نام از المسیح و عیسی مسیح هست، عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم. وجیها که صاحب روی، یعنی خوب رویدار می باشد، صاحب منزله و مرتبه می باشد فی دنیا، در دنیا، و الاخره و در آخرت. اینه در این آیت قرآن گفت که عیسی مسیح پسر مریم بود و این بنده الله بود، به امر الله ای خلق شد و بسیار انسان شخصیت خوب می باشه فی دنیا، هم در دنیا و هم در آخرت. و من المقربین، از مقربین الله هست به خاطر از اینکه این پیغمبر میشه. و یکلم الناس، دیگه بازی معجزه داره. معجزه دو چیزا سوره باید شما بفهمین، یکی ارهاس است و یکی معجزه هست. ارهاسات رسول الله صلی الله علیه و چی بود؟ معجزات رسول الله صلی الله علیه و چی بود؟ بر رسول الله صلی الله علیه و آن چیزی که قبل از نبوت، یعنی رسول الله در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، امور خارق العاده که قبل از 40 سالگی از پیغمبر صلی الله علیه و سر زده، مثل که مثلا در وادی ولادت از او شما دیدین که مثلا بیبی حلیمه شیرش زیاد میشه، شیر مثلا گوسفند و شترش زیاد میشه، بعضی چیز او را ارهاس میگن. این چی میگن؟ ارهاس. الف ر هید چشمه الف صاد، این مقدمات وحی است، مقدماتش است. و معجزه بعد از نبوت است. آنچه که رسول الله بعد از 40 سالگی دیده او معجزه، آنچه که قبل از 40 سالگی از رسول الله دیده شده او چی است؟ او ارهاس است. پس از عیسی علیه السلام هم وقتی که قبل از نبوت چیزی دیده شده او ارهاس است و آنچه که بعد از نبوتش است او معجزه گفته میشه. این ارهاسات است. چرا طفل خود معصوم می باشه و او طفل چیز نمی باشه، سرش مثلا مکلف نمی باشه، پس آنچه که عیسی علیه السلام در کوچگی خود دیده این میشه که در ارهاساتش حساب بکنیم و میشه در معجزه هم حساب شه. والله اعلم. و یکلم الناس، و سخن میگفت امی عیسی علیه السلام با مردم فی المهد در گهواره. چرا؟ به خاطر از اینکه این علما و کسایی که علمای بنی اسرائیل بودن، مردمای بدبختی که بودن، بیبی مریم وقتی که طفلک پیشش دیدن اینا متهم ساختن به گناه و به کارهای زشت. پس خود عیسی علیه السلام با امی ارهاس خود یا با معجزه خود سخن زد و بر از اینا گفت که من چی هستم؟ من بنده الله هستم و مادرم یک زن پاک است. و یکلم، و سخن میگوید الناس با مردم فی المهد در گهواره و کهلا در بزرگسالی. یعنی سعی کنین اینی دلیل هم به این میشه که عیسی علیه السلام جوان مرده، یعنی عیسی علیه السلام تقریبا در سن 30 سالگی وفات کرده. کهل، کهولت در سن چی میشه؟ در سنهای 50 سالگی و 60 سالگی میشه. از این خاطر عیسی علیه السلام باز پس به زمین میاد، عمرش تکمیل میشه، باز در اون وقت هم با مردم چی میگه؟ سخن میگه. و یکلم الناس، و سخن میگه امی عیسی علیه السلام فی المهد در گهواره، یعنی در طفولیت خود، و کهلا و در بزرگسالی خود، و من الصالحین و از جمله صالحان میباشه. قالت آل، میگه گفت رب بیبی مریم علیه السلام گفت که ربی ای پروردگار من، انا چگونه یکون لی ولدن، من چه قسم فرزند داشته باشم؟ ولد که است وقتی که در زبان عربی استعمال میشه به دختر و پسر اردوش استعمال میشه. گفت چگونه من ولد می داشته باشم، یعنی فرزند داشته می باشم، دختر یا پسر باشه. ولم یمسسنی بشر، در حالی که امرای من ازدواج نکرده، مرا مسح نکرده هیچ انسان. اولاد خو وقت انسان می داشته باشه، شوهر داشته باشه. قال، گفت الله متعال کذالک، این چنین الله، یا گفت برش همون ملائکه که وحی را می آورد، کذالک الله، این چنین الله متعال یخلق و خلق میکند ما یشاء، آنچه را که خواسته باشه، هر چیزی که الله بخواد. پس از اینجا ثابت میشه که عیسی علیه السلام چی است؟ مخلوق است.
چه قصد فرزند داشته باشم؟ گفت الله خلق میکنه. پس اینجا موضوع عقیدتی رو بر از اینا بیان میکنه که او وقت نجران اون بر بی مریم ملائکه گفت که الله متعال خلق میکنه. پس عیسی علیه السلام مخلوق الله هست. شما چرا رو بچه الله ساختین؟ یخلق ما یشاء، وقتی که هر چیزی که بخواد خلق میکنه اذا و انگامی که قضا فیصله کنه امرن کدام کاری را فانما پس یقینا که یقول میگه له بر از اونمو کار کن شو فیکون پس می شود. عیسی علیه السلام هم مخلوق الله هست. الله گفت که بی مادر بی پدر تولد شو و یعلمه الکتاب و الله متعال او را تعلیم داد، تعلیم میدهد او را الله متعال الکتاب کتاب را و الحکمت و سنت هایش را و التورات و انجیل کل از این برش الله متعال میآموزانه و رسولا و ای پیغمبر می باشه الی بنی اسرائیل، یعنی آل بسیاری کسایی که یک روز یک کسی بوده که او ادعا میکرد که عیسی علیه السلام ما پیروی میکرد. مال بسیاری اروپایا و امریکایا و چی میگن؟ میگه عیسی علیه السلام کس اگر پیغمبر هم بود برای ما بود. برش همین دروغ میگن. عیسی علیه السلام تنها رسول بود برای کی؟ برای بنی اسرائیل. و بنی اسرائیل تنها در کجا بودن؟ در منطقه فلسطین بودن، نه در اروپا بود نه در چین بود. و رسول برای ما و شما هم تنها چون رسول برای بنی اسرائیل بود ما من حیث یک رسول پیغمبر او را قبول داریم. و رسولا و پیغمبر می باشه الی بنی اسرائیل به بنی اسرائیل انی باز میگه که قد جئتکم یقینا که آوردم برای شما به آیت معجزه من ربکم از جانب پروردگار. معجزات عیسی علیه السلام میگن که موسی علیه السلام که پیغمبر الله بود چی معجزات داشت؟ گفت که انی ما اخلق و خلق یا پیدا میکنم لکم برای شما من الطین از گل که هیئت طیر مجور میکنم. اینجا خلق میکنم منظورش چی است؟ یعنی مجور میکنم از گل. عیسی علیه السلام از گل چی جور میکرد؟ یک پرنده را که هیئت طیر به شکل یک پرنده فانفخ پس نفخ میکنم یا پف میکنم فیکون باز میشد طیرا پرنده میشه لکن به قدرت منی به اذن الله میشه. چرا این معجزه را الله بر ما داده؟ پس این پرنده زنده میشه به اجازه الله. همینجا هم عیسی علیه السلام توحید بیان میکنه که اگر همین معجزه هست این زنده شدن از این روح دیده میدن از جانب الله هست، منتها با دان ما میشه به اجازه الله میشه که الله این معجزه را بر من داده. اگر این برای من میداد من نمیتونستم. دیگه معجزه عیسی علیه السلام چی بود؟ و ابره الاکمه و ما شفا میتم. چرا در عصر عیسی علیه السلام زیاد طب پیشرفت کرده بود، دکترها متخصصین طب بسیار پیشرفت کرده بودن، لکن اینمی کارا را کردن نمیتونستن. چی کردن نمیتونستن؟ مرده را زنده کردن نمیتونستن، یا روح در کس دماندن نمیتونستن، یا مثلا شفا دادن نمیتونستن. نابینایی که از مادر نابینا تولد میشد او رو شفا دادن نمیتونستن، تداوی کردن نمیتونستن. یا مثلا ابرص یک مرض پیس است که در روی لکه ها می باشه این را جور کردن نمیتونستن، یعنی معالجه کردن نمیتونستن. شفا الله میته، اینا معالجه کردن نمیتونستن. پس این معجزات کی بود؟ معجزات طبی عیسی علیه السلام بود. لکن هر معجزه را که عیسی علیه السلام بیان میکنه در پالیازی وحدانیت الله را بیان میکنه که این کلش از جانب الله هست. اگر من نفخ میکنم در پرنده هم به اذن الله هست. و ابره و ما براءت میتم معالجه میکنم الاکمه نابینای مادرزاد را و الابرص و پیس مادرزاد را و احیی الموتا و زنده میکنم مرده ها را. چه قسم؟ به اذن الله، به اجازه الله. پس وقتی که الله برازی این معجزه را میته باز الله متعال صاحب قدرت است و کس از او سوال کرده نمیتونه این معجزه. و انبئکم و خبر میتم شما را بما با آنچه که تاکلون میخورین و ما تدخرون و آنچه را ذخیره میکنین فی بیوتکم در خانه هایتان. ان فی ذلک یقینا که دمی کارها که است لآیت نشانه است از قدرت الله لکم برای شما معجزه هست ان کنتم اگر شما مؤمنین مؤمنا هستین. و مصدقا و در حالی که تصدیق کننده هستم. عیسی علیه السلام میگه من نامدیم که بیخی از نو کل چیزا بیارم، بلکه تصدیق میکنم توحید که در تورات هست. و مصدقا و تصدیق کننده هستم لما بین یدی به آن چیزی که در مقابل دستایم است من التورات از کتاب تورات. ولی احل و تا حلال بیان بکنم حکم حلال بودن لکم برای شما بعد الذی حرم بعض چیزایی که قبلا حرام شده بود. یعنی در شریعت موسی علیه السلام بعضی چیزا حرام بود
در شریعت عیسی علیه السلام و چی شد؟ حلال کرده شد. حرم علیکم، بالای شما حرام کرده شده بود. و جئتکم، آمدم بر شما به آیت من ربکم، با معجزه از جانب ربتان. آل رسول الله صلی تمامی دلایل برای وفد نجران میگفت که ببینید که عیسی علیه السلام پیغمبر الله بود، معجزه داشت، مخلوق بود و رسول الله بود و این معجزات داشت. شما چرا این میاره قبول نمیکنین؟ فاتقوا الله، پس بترسین، و اطیعونی، و اطاعت از ما بکنین. ان الله، یقینا که الله ربی رب ما هست، و ربکم، و رب شما است. فاعبدوه، او را عبادت کنید. هذا صراط مستقیم، اینمی راه راست است. حالا میگه که حتی در زمان عیسی علیه السلام بعضی از بنی اسرائیل، اینایی که کافر شدن، چی کردن؟ احساس کرد عیسی علیه السلام، دید که اینا بدبخت مردم هستن، بسیاریشان قبول نمیکنن. فلما، پس هنگامی که احساس کرد عیسی علیه السلام منهم از ایشان الکفر، کفر، قال، گفت عیسی علیه السلام من انصاری الی الله، کی کمک کننده های حقیقی ما هستند، اصحاب حقیقی ما هستند به سوی الله. قال الحواریون، گفتن حواریون، صحابه عیسی علیه السلام حواریون نام داشتن. نحن، گفتن ما انصار الله، انصار الله هستیم، یعنی نصرت کنندگان الله هستیم. آمنا به، ایمان آوردیم، بالله، به الله، وشهد، و شاهد باش، به انا، به یقین که ما صحابه عیسی علیه السلام مسلمان ها هستیم. اینه گفت همون کسایی که پیروای عیسی علیه السلام بودن، حواریون بودن، صحابش بودن، اونا مسلمان بودن. کی گفتن که ما نصرانی هستیم؟ این شما دروغ میگین. ربنا، گفت ای پروردگار ما، آمنا، ما ایمان آوردیم. این توسل به ذات الله کردن، توسل با ایمان خود کردن. گفتن ای پروردگار ما ایمان آوردیم. شما میرین توسل به مجسمه ساختگی عیسی مسیح میکنین، شما خود مشرک هستین. توسل به مخلوق میکنین، به مجسمه از مراجعه میکنین، در حالی که حواریون چی میکردن؟ گفتن توسل میکردن با ایمان خود و توسل کردن به نام الله. گفتن ربنا، ای پروردگار ما، آمنا، ما ایمان آوردیم، به ما، با آنچه که انزلت، نازل کردی، و تبعنا، و ما متابعت کردیم، الرسول. این توسل به متابعت پیغمبر میشن، نه به مجسمه پیغمبر میشن. متوجه هستین؟ یعنی که شما با مجسمه قبر پیغمبر توسل میکنین. توسل با اسماء و صفات الله بکنین، توسل با چی بکنین؟ توسل با ایمانتان بکنین و توسل با متابعتتان از پیغمبر بکنین که ما پیغمبر چی کردیم؟ متابعت کردیم. سه قسم توسل اینجا بیان میشه. و تبعنا الرسول، آل وقتی که سه چیز توسل کردی، آل دعایت میگه فاکتبنا مع الشاهدین، پس پروردگار ما را بنویس در جمله شاهدان، یعنی کسانی که مؤمنان حقیقی، مسلمان حقیقی هستند. و مکروا، و برنامه‌ریزی کردن امین مردم هایی که اینا مثلا بنی اسرائیل بودن که دروغگویی میکردن یا برنامه های دروغی را ساختن. مکر هم مثبت استعمال میشه، هم منفی استعمال میشه. مکر در اصل برنامه ریزی است. اگر در او برنامه ریزی گاهی منفی می باشه، گاهی مثبت می باشه. وقتی که به الله نسبت داده میشه، برنامه ریزی مثبت است. عقیده توحید امی است که چیز را به الله نسبت داده، الله که او به جلال و عظمت الله شایسته است، و او با برنامه های مثلا منفی که بنی اسرائیل داشتن، او کار از اونا هست. و مکر، و اینا برنامه ریزی کردن، لکن در برنامه ریزیشان خبث بود. و مکر الله، و الله متعال برنامه ریزی کرد که در برنامه ریزی الله قدرت و قوت و عظمت و جلال و پاکی الله در او موجود است. والله خیر الماکرین، و الله متعال بهترین برنامه ریزا هست، یعنی برنامه هایش بسیار قوی که با از جلال و عظمت الله شایسته هست. اذ قال، هنگامی که گفت الله متعال یا عیسی، ای عیسی علیه السلام. حال دیگه وقت انتقال عیسی علیه السلام است که عیسی علیه السلام به طرف آسمان برده میشه. الله متعال برش گفت که یا عیسی، ای عیسی علیه السلام، این یقینا که من متوفی که تو را وفات میتم، یعنی انتقال میتم، و رافعک، و تو را بلند میکنم، الی، به سوی خود، و مطهرک، و پاک میکنم تو را، من الذین کفروا، از این انسانهای کافری که میخواستن عیسی علیه السلام بکشن و به قتل برسانن. اونا بعضی پیغمبرها را کشتن، حتی عیسی علیه السلام قصد کردن که بکشن، لکن الله متعال گفت که عالم تو را انتقال میتونم به نزد خود. و جاعل الذین، و میگردانم کسانی را که اتبعوک،
حقیقتا تو را پیروی میکنن، یعنی توحید میفهمن، رسالت تو را میفهمن، حقیقتا تو را پیروی میکنن. فوق الذین کفروا، بلند مرتبه تر از کسایی که کافر میشه. الی یوم القیامه، تا روز قیامت. ثم سپس الی، به سوی ما هست، مرجعکم، بازگشت همه شما. فاحکم، باز ما حکم میکنم، بینکم، در میان شما، فیما، در آن چیزی که کنتم بودین، فیه، شما در او، تختلفون، اختلاف میکردین. آل شما اختلاف میکردین در مورد عیسی علیه السلام و شما عیسی علیه السلام از مقام بندگی میکشین و این شریک میکنین با الله و شما در توحیدتان خرابی میکنین. باز الله در روز قیامت امرای شما باز فیصله میکنه. باز آیات دیگه قرآن میگه که الله متعال عیسی علیه السلام استاد میکنه در مقابل کل مخلوقات. باز برشان میگه ای عیسی پسر مریم، آیا توی گپا رو بر ازنا گفته بودی؟ عیسی علیه السلام باز میگه که کلش پیروای من نیست، دروغگوی هستن. این کسایی که مجسمه پرست هستن، قبر پرست هستن، قبرهای پیغمبران رو پرستش میکنن یا مجسمه های پیغمبر رو پرستش میکنن یا از پیروای ما نیستن. فاما الذين كفروا، پس اما کسانی که کفروا، کافر شدن، فاعذبهم، الله متعال میگه باز ما اینا را عذاب میتم. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و در حدیث میگه که لعن الله الیهود و النصارى، الله متعال لعنت کرد بر یهود و نصارا. چرا؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اونا قبرهای پیغمبرای خدا سجدگاه ساختن. کلام قبر ساخته بودن به عوضی که به الله سجده کنن، به قبرهای پیغمبرها سجده میکردن. اینا مورد لعن و لعنت الله قرار گرفتن. الله متعال میگه اینی کسایی که مجسمه های پیغمبرها رو ساختن یا به اونا سجده میکنن یا به قبرهاش سجده میکنن. فاما الذين كفروا، اینی کافران، فاعذبهم عذابا شدیدا، الله متعال میگه باز ما اونا را عذاب میتم، عذاب بسیار شدید، فی الدنیا، هم در دنیا، و الاخرت، و هم در آخرت. و ما لهم من ناصرین، و نیز بر از اینا هیچ کمک کننده. و اما الذین، و اما کسانی که آمنو، ایمان حقیقی آوردن، یقین حقیقی داشتن که الله یگانه هست و عیسی پسر مریم که است ای بنده الله است و رسول الله است. و عمل الصالحات، باز اعمال صالحه هم کردن. و اعمال صالحه و ایمان حقیقی چون چی بود که باز از که دیگه کتاب آمد، بعد از انجیل کتاب آمد، قرآن هم ایمان آوردن و باز بر رسول الله هم که دیگه پیغمبر بود به ایمان هم آوردن و اعمال صالحه کردن. فیوفیهم، باز الله متعال کامل میدهد برایشان اجورهم، اجرایشان. والله لا يحب الظالمین، الله انسانهای ظالمه که ظالم کدام مردمایی هستند که حق میپوشانند. ذالک، الله متعال میگه اینمی که از نتلوه تلاوت میکنیم تو را علیک بالای تو، من الآیات، از آیات، و ذکر الحکیم، و از ذکر با حکمت که قرآن عظیمشان است. الله متعال یک موضوع اعتقادی بسیار قوی را بر از اینا بیان میکنه و بر ما و شما هم بیان میکنه که درس بگیریم. ان مثلا عیسی میگه ان یقینا که مثال عیسی علیه السلام عند الله، به نزد الله. اینا باز ادعا میکنن خب اگر این خدا نباشه خی پدر از کی هست؟ چطور بدون پدر پیدا شدن؟ الله متعال جوابشون گفت خی آدم علیه السلام خب بی پدر و مادر پیدا شده، خی وام خدا شد و معبود شد. یعنی دلیلتان، منطقتان غلط است. گفت ان مثل عیسی، گفت مثال عیسی علیه السلام عند الله، به نزد الله، که مثل آدم، مثل آدم است. آدم هم مخلوق بود، خلقه الله، آدم خلق کرد من تراب، از خاک. ثم قال له، باز برش گفت کن فیکون، باز برش گفت شو، ای شد. اینمی قسم که آدم علیه السلام الله به مادر و پدر خلق کرد، امر کرد که خلق شد، خاک از خاک جورش کرد. آل عیسی علیه السلام هم الله متعال بر مادرش گفت که در اینمی رحم مادرش خلق شد. پس آیا وقتی که کسی به مادر و به پدر آدم علیه السلام خلق شد او را معبودتان میگیرین که عیسی علیه السلام میگیرین؟ اینه یا کلشان دانایشان وازمان. گفت الحق، توحید حقیقی که هست، من ربک، از جانب پروردگارت است. فلا تکن، پس ما باش، من الممترین، از جمله شک کنندگان. فمن حاجه، که پس اگر هر کسی دلیل بگوید باز زمین دلایلی که از وحدانیت و وحدانیت الله و رسالت انبیا برشان بیان کردی، پس هر کسی که باز دلیل بگوید و باز قیل و مقال بکنه، فیه من بعد از اینکه جاءک من العلم، آمد بر تو علم، فقل، پس بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و تعالی، خیلی بیاین یک کار دیگه میکنیم. تعالوا، بیاین ای وفد نجران،
کل ما و شما ندعو ابناءنا، شما دعوت میکنیم پسران خود را و شما هم دعوت بکنین و ابناءکم و پسرانتان را و اولادایتان را و نساءنا و ما هم نساء خانم های خود دعوت میکنیم و نساءکم شما هم خانم ها و دخترها و همسرایتان دعوت بکنین و انفسنا و ما خود ما و انفسکم و شما کلتان. ثم نبتهل، باز بعد از کل ما و شما مباهله میکنیم. مباهله چی میگه؟ که با عذر زاری برای الله دعا میکنی که یا الله هر کسی که دروغگوی است در لعنت تو گرفتار شود، بگیری نمی کارا بکنیم. نبتهل، باز مباهله میکنیم، با عذر زاری دعا میکنیم. فنجعل، پس میگردانیم لعنت الله علی الکافرین، لعنت الله را بر کافران. این بازی مردمایی که بیدین هستند که ظاهر در زبانشان یک چیز، در قلبشان دیگه چیز است، باز یک دفعه فرار میکنن از پیششان. ان هذا، یقینا که اینمی سخنانی که بر شما گفت، لهو القصص، به یقین که حادثات واقعی است. قصص نگفته که قصه ها باشه، قصص گفته شده یعنی حادثات حق از حادثات است که مطابق توحید است. و ما من اله، و نیست هیچ معبودی الا الله، هیچ معبودی که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. و ان الله، و یقینا که الله متعال، له العزیز، یقینا که هو است العزیز و غالب در ذات خود، الحکیم و بسیار با حکمت است در افعال خود. فان تولوا، پس اگر اینا باز روز گشتاندن، فان الله، ای رسول الله جگرخون نباش، یقینا که الله علیم، بسیار عالم از بالمفسدین، این انسانهای مفسدن میشناسه. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و آله، یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، تعالوا بیاین، حق براتان بیان شد، تعالوا بیاین الی کلمت، به مو کلمه و سخن سواء که مساوی از بیننا، در بین ما و بینکم و در بین شما. او کلمه چی هست؟ الا نعبد، ای که عبادت نکنیم الا الله، بغیر از الله. بیاین که اما ترست الله نعبد. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله، که عبادت نکنیم بغیر از کی؟ بغیر از الله. یعنی آل شما فهمیدین که عیسی مخلوق است، آدم علیه السلام مخلوق است، پیغمبران مخلوق هستند، بیبی مریم مخلوق بود، شخصیت های خوب بودن. آل عبادت برای کی باید بکنیم؟ قل یا اهل الکتاب، بگو یا اهل کتاب، تعالوا بین الی کلمت، به کلمه که سواء مساوی هست بیننا و بیننا، در بین ما و بینکم و بین شما، الله نعبد، این که عبادت نکنیم الا الله، بغیر از الله، ولا نشرک به شیئا، و هیچ کس به الله شریک نسازیم، نه عیسی را شریک بسازیم، نه ما که پیغمبر است مرا شریک بسازیم، نه بیبی مریم شریک بسازیم، نه آدم علیه السلام، هیچ کسی را، هیچ چیز را به الله شریک نسازیم، نه بت‌ها و نه قبرها را بر الله شریک بسازیم. ولا یتخذ، و نگیره بعضنا بعض ما بعضا، بعض دیگری را من دون الله، بغیر از الله، این دوست نگیرین بغیر از الله، دیگرها را معبود خود نگیرین. فان تولوا، باز بر رسول الله سمیه اگر باز هم اینا رو گشتن، فقولوا، برشان بگوین که اشهد و شاهد باشین به اننا مسلمون، به ای که ما مسلمان ها هستیم، تسلیم الله هستیم. یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، لم تحاجون، چرا حجت و دلیل میگین؟ آلیا یک گپ دیگر را پیش کردن، گفتن ما خود صاحب پیروان عیسی علیه السلام هستیم، نصرانی ها که هستن، ما پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم، پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و آله وحی را نازل کرد، گفت ایشان هم جواب بده برشان، بگو که یا اهل الکتاب، ای اهل الکتاب، لم تحاجون، چرا شما دلیل دروغی میگین فی ابراهیم، در مورد ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام وقتی که بود، نه تورات نازل شده بود، نه انجیل، نه یهودیت بود، نه نصرانیت. از کجا شد که شما ابراهیم علیه السلام دروغ سرش تهمت میگین؟ لما تحاجون، چرا دلیل بیجا بیان میکنن فی ابراهیم، در مورد ابراهیم علیه السلام که او یهودی بود یا نصرانی بود. و ما انزلت التورات، و نازل نشده بود تورات، و الانجیل، و انجیل، الا، یعنی تورات انجیل نازل نشدم الا من بعد از ابراهیم علیه السلام. یا خو اولاد ابراهیم علیه السلام هستن دیگه. ابراهیم علیه السلام چطور شما یهودی یا نصرانی میگین؟ افلا تعقلون، چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟ تاریخ بخونین، کتابایتان بخونین، ببینید که ابراهیم علیه السلام پدر پیغمبرها هستن. ها انتم آگاه باشید که شما ها اولای مردمایی هستین که حاججتون مخاصمه و حجت بیان کردین فی ما لکم بهن، و آنچه که دو علم دارین. فلما، پس
چرا تحاجون علی دلیل میگین فی ما لیس لکم به علم، در چیزی که شما علم ندارین، در اون چیزی که علم ندارین باز دلیل از دل خود نگوین، به شرمین خجالت بکشین، این کار درست نیست. والله یعلم، و الله متعال میفهمه و انتم لا تعلمون، در حالی که شما نمیفهمین. الله متعال میگه ما کان ابراهیم، الله متعال شهادت میده که ابراهیم علیه السلام نبود نه یهودی نه یهودی بود، ولا نصرانی هم و نه نصرانی بود، ولکن کان حنیفا مسلما، لکن یک مسلمان پاک بود، مسلمان پاک بود. و ما کان من المشرکین، مشرک هم نبود که او بره عیسی پرست باشه و مجسمه پرست باشه و قبر عیسی را پرستش بکنه یا قبر موسی را پرستش کنه، این قسم هم نبود، از جمله مشرکین نبود. این تهمت سر پیغمبری از پیغمبرای الله نکنید. ان اول الناس، یقینا کسانی که نزدیکتر هستند، نزدیکترین انسان ها، یعنی کسی که اولویت دارن به ابراهیم و به ابراهیم علیه السلام، کدام مردم هستند؟ للذین، کسانی هستند اتبعوکم، متابعت از ابراهیم علیه السلام میکنن، و هذا النبی، و این پیغمبری که هست از این متابعت میکنن، والذین آمنوا، والذین، کسانی که ایمان دارن، والله، و الله کس ولی المؤمنین، الله دوست مؤمنان است. حالا بر ما و شما درس میده، چی میگه؟ میگه ودت، آرزو میکنن، طائفتون، گروهی از من اهل الکتاب، از اهل کتاب، لو یضلونکم، که اگر بتانن شما را گمراه بسازن، و ما یضلون، و اینا گمراه ساخته نمیتونن، الا انفسهم، مگر نفسای خود را، و ما یشعرون، یا حتی هم شعور ندارن بیچاره ها که حق بفهمن. یا اهل الکتاب، بازم برشان خیر است، دعوت بده، بگو برشان، بگو یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، لما تکفرون بآیات الله، لما تکفرون، چرا کافر میشین، بآیات الله، با آیات الله، و انتم تشهدون، در حالی که شما شاهد هستین و میفهمین و در کتابایتان این حقیقت ها موجود است. یا اهل الکتاب، ای اهل الکتاب، لما، چرا تلبسون الحق بالباطل، چرا گت میکنین، خلط میکنین، مکس میکنین الحق، حق را، بالباطل، به باطل و نادرست، و تکتمون، و میپوشانین الحق، توحید را، یگانگی الله که توحید است، چرا این را میپوشانین؟ و انتم تعلمون، در حالی که شما میفهمین. و قالت طائفه من اهل الکتاب، و گفتن یک طایفه از اهل کتاب، چی گفتن؟ گفتن بیاین حالا یک چلبازی بکنیم به خاطر که مسلمان ها را متزلزل بسازیم یا را از دینشان دور بسازیم، بیاین یک چل دیگه میکنیم. بین خود شیشتن گفت والا مسلمان ها بسیار قوی هستن، صحابه بسیار قوی هستن، مسلمان ها را کس تغییر دادن نمیتونن، کل عیبای ما معلوم شد، موحد هستن، رسول الله صلی الله علیه و آله، تعقید توحید در قلبای از اینا شیشته که حال بدید. میگه بیاین یک چال میکنیم. چی چال میکنیم؟ شبهات ایجاد میکنیم. ما شما گفتیم دی سوره شبهات میارن پیش میکنن، شبهه ایجاد کردن در مورد عیسی علیه السلام، الله برشان جواب داد. شبهه ایجاد کردن در مورد بیبی مریم، الله برشان جواب داد. شبهه ایجاد کردن در شخصیت ابراهیم علیه السلام، الله برشان دیدنش شبهات. چند قسم شبهات جواب داد. شبهه در مورد عیسی علیه السلام جواب داد، شبهه در مورد ابراهیم علیه السلام جواب داد، شبهه در مورد زکریا علیه السلام کردن او را هم جواب داد، شبهه در مورد مثلا کتاب تورات آوردن ایرم جواب داد، درباره انجیل برشان جواب داد، کل شبهات برشان جواب داد. آل آمدن گفتن بیاین یک شبهه دیگه ایجاد بکنیم. چه قسم شبهه ایجاد کنیم؟ گفت بیاین ما و شما تو میگیم صبحکی میریم مسلمان میشیم، میگن این ما مسلمان شد. این کل مردم خوشحال میشه که اهل میای بغل کشی میکنن که این فلانی مسلمان شد، الا جورج مسلمان شد، الا جورج بوش مسلمان شد، الا میخائیل مسلمان شد، فلانی مسلمان شد. بازی که یا آمدن که خوب کت ما بغل کشی کردن گفتن مسلمان شدن، دیگرکی باز میخوین برشون میگن وی والا ما مسلمان شدیم، اسلام خوبش نبود، با پس چی کردیم؟ از اسلام برآمدیم. اینجا گفتن وقال طائفتون آل الله متعال فورا به رسول الله صلی الله علیه و آله وحی آمد و از این مکرشان و از این شبهشان رسول الله صلی الله علیه و آله چی کرد؟ خبر کرد که تا کی آمدن که ما مسلمان میشیم. رسول الله صلی الله علیه و آله پیش از اینکه داخل شوند رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که وقال طائفه من اهل الكتاب، و گفت یک طایفه از اهل الكتاب آمنو، ایمان بیاورین، بالذی، به آن چیزی که انزل نازل شده، علی الذین آمنوا، بالای مؤمنان، وجه النهار، در آغاز روز، وکفروا، و کافر شوین، آخره، در آخر روز، لعلهم یرجعون، شاید که صحابه هم از دین اسلام رجوع بکنن، در شک بفتن. این کار نکنین. باز از الله متعال حکم چیز روان کرد؟ حکم مرتد.
باز الله متعال بر از حکم مرتد بیان کرد که دنبای از اینا دستایشان قطع شد. گفت هر کسی که صبح مسلمان شد و دیگر گفت من کافر میشم، چپیش کنین اون موج قاضی ها را سرش بیارین، حکم مرتد گردنش برش بزنین که دیگه این قسمی کارا را نکنه که صبح مسلمان شد و دیگر از اسلام برای سر دین اسلام رش خندی میکنین. ولا تؤمنوا الا و ایمان نبیارین الا بر کسی لمن تبع دینکم. گفت شما تنها به کسایی ایمان بیارین که به می دین شماست، به می شرکیات شماست، به می بدعتای شماست، به می کفریات شما هست. قل ان الهدى برشان بگو که ان الهدى یقینا هدایت که از هدى الله، هدایت از الله هست. ان یؤتى احد ای که بدهد بر یکی از شما مثل ما اوتیت، مثل که بر شما داده شما، او یحاجیکم یا حجت بگه بر شما عند ربکم به نزد پروردگارتان. قل بگو ان الفضل یقینا تمام فضیلت ها که از بید الله به دست الله هست، یؤتیه میدهد آن را من یشاء بر هر کسی که بخواهد. والله واسع، الله متعال بسیار واسع از در نعمتهایش در علمش، علیم بسیار عالم است. یختص برحمته من یشاء، تخصیص میده بر رحمت خود الله متعال من هر کسی را که یشاء بخواهد. والله متعال ذو الفضل العظیم، بسیار دارای فضیلت بزرگوار است. الله متعال عادات از اینا را بیان میکنه. در امور اقتصادی چی مشکلات دارن، در امور زندگی چی مشکلات دارد. و من اهل کتابی، و بعضی از اهل کتاب من کسایی هستند ان تأمنه بقنطار، اگر بر از او امانت بیتی یک قنطار یعنی یک خزانه، یک کوتی از مال هم برش بیتی، مردمای خوب هم داره، یؤدیه الیک پس بر تو میته. و منهم، و بازی نخور، بعضی دیگه هم در بین از اینا هست، من کسایی هستن که ان تأمنه بدینار، که یک دینار هم برش امانت بیتی، لا یؤدیه الیک، بازو رو به تو ادا نمیکنه. یعنی کلشان خوب مردم هم نیستن، کلشان هم بد هم نیستن. الا ما دمت علیه قائما، مگر ای که در بالا سرش استاد باشی، ما دمت تا زمانی که قائما بالا سرش استاد باشی. ذالک بانهم، به خاطر چرا ای بنی اسرائیلی مشکلات دارن یهود و نصارا؟ میگه ذالک بانهم، به خاطر که یا یک عقیده بسیار زشت داشتن. عقیده زشتشان چی بود؟ قالوا میگفتن لیس علینا، نیز بالای ما، فی الامیین، در مورد انسانهای امی و ناخوان، سبیل هیچ راه نیست. یعنی اگر مال مردمای امیین کی را میگفتن؟ عرب ها، چون کتاب نداشتن وارا میگفتن یا امی ها هستن. میگه اگر از اون میرم مالش خوردی، دوزی بکنی، سرقت بکنی، هر چی بکنی، هیچ پروا نداره. این بر خود خوب یک راه را جور کرده بودن، یک راه دوزی را بر خود جور کرده بودن. میگفتن در مورد امی ها یا عرب ها با هیچ مشکل نداره، هیچ حقوق سر ما نداره، گناه هم نداره. و یقولون علی الله الکذب، الله متعال میگه که اینمی هم تهمت است بالای الله، با دروغ تهمت کردن، کافر شدن، مرتد شدن به خاطر تهمت خود به الله. الله میگه کل انسان ها، کل بشریت یا چی دارن؟ یا حق دارن. و یقولون علی الله الکذب، دروغ، و هم یعلمون، در حالی که خوب میفهمن که ما سر الله تهمت کردیم. بله من هر کسی که اوفا، وفا نماید به عهدی، به عهد الله، به تعهدات الله، و اتقا، و بترس از الله در حقوق دیگران، فان الله یحب المتقین، یقینا که الله متعال متقیان را دوست دارد. ان الذين، یقینا کسانی که یشترون میگیرند به عهد الله، در مقابل عهد و پیمان الله، در مقابل کلمه لا اله الا الله. ما شما گفتیم در لا اله الا الله 3 تعهد است. بغیر از ذات الله کس دیگر عبادت نمیکنیم، بغیر از شریعت الله قانون کس دیگر تطبیق نمیکنیم، نمیپذیریم، نه بالای خود، نه بالای زیر دستای خود، نه در وطن خود، نه در مملکت خود، نه در زمین الله تطبیق نمیکنیم. و عبادت الله و اطاعت الله را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. هر پیرو پیغمبر این 3 تعهد با خالق خود میکنن. الله متعال میگه ان الذين، یقینا کسانی که یشترون میگیرن به عهد الله، در مقابل الله، عهد الله، یا میفروشن. همین کلمه شراک است در زبان هم عربی، هم به معنای بیع هست، خریدن هستن به معنای فروختن. میگه کسایی که میخرن یا میفروشن به عهد الله، به عهد الله، در مقابل همین تعهدات خود، در مقابل چی میفروشن؟ و ایمانهم و قسمهای خود میفروشن. در مقابل چی؟ در مقابل ثمن قلیل، یعنی یک پول، یک قدرت، یک چوکی، یک امکانات کم که مدتش بسیار کم است. اولئک، همین مردم، لا خلاق لهم، نیست هیچ نصیبی برشان در آخرت، یا از جنت و نعمتهای الله محروم میشه. کسایی که تعهدات خود به خاطر مال، به خاطر چوکی، به خاطر منصب میفروشن.
و دیگه جزایشان چی است؟ ولا یکلمهم الله، و الله همراهشان سخن نمیگوید در روز قیامت. الله متعال بر بنده های خود مستقیما می و که بنده های خود سخن میگه. سبحان الله، بزرگترین نعمت الله است و این از این نعمت الله محروم بشن. ولا ينظر الیهم، و الله متعال هیچ به طرفشان به رحمت نظر نمیکنه. میگه خبیثا را کاملا دادم روی از یا پرده میباشه. یا الله توبه. ولا ينظر الیهم یوم القیامت، و در روز قیامت الله متعال به طرف از یا نظر نمیکنه. ولا یزکیهم، و یا از گناهاشون پاک هم نمیکنه. ولهم عذاب علیم، هر قدر که عذاب ببینن هیچ گناهاش میگه تو نمو گناهی تو دائمی هست. ولهم عذاب علیم، و بر از اینا هست عذاب بسیار دردناک. و این منهم، و بعضی از این مردم ها باز میگه لفریقا، گروهی هستن که یلون زبانهای خود توک میتن، یعنی میپیشند السنتهم زبانهای خود را بالکتاب، در کتاب زبانهای خود تو شورک میتن. لتحسبوه، تو فکر میکنی که این من الکتاب، از روی کتاب میخوانن. کتاب پیشست دروغ میگه، از دل خود گپا را ساخته میره، با زبان خود توک میته که تو فکر میکنی که چی است؟ ای از روی کتاب میخوان، از تورات میخوانن. و ما هو من الکتاب، الله متعال میگه متوجه باشین که وقتی کتاب وازم کرد، سون دانشام سعی کو، سون کتابشام سعی کو. چرا بسیاری وقتا چیزایی را میگن که در کتابشان اصلا وجود نداره. و یقولون، و میگن هو من عند الله، ای از جانب الله هست. و ما هو من عند الله، ای از جانب الله نیست. و یقولون علی الله الکذب، ای وفد نجران که آمدن یا برای الله دروغ ها را میگفتن پیشروی پیغمبر صلی الله علیه و آله و هم یعلمون، در حالی که میدانستند. ما کان لبشر، شایسته نیست برای یک بشر، ان یؤتیه الله، ای که الله متعال برش بته. چی را بته برش الله؟ الکتاب، کتاب را بته، و الحکم، و حکومت بته، و نبوت بته. ثم باز امی شخصی که الله بر از این نبوت داده و حکم داده، بازی بخیزه بگوید للناس، بخیزین بر مردم بگوید که کونو شبین عبادن، بنده های ما. عیسی علیه السلام هیچ وقتی کار نکرده، موسی علیه السلام هیچ وقتی کار نکرده. این تهمت از اینا هست که سر پیغمبرای الله میکنه. این وقتی که 60 نفر علما آمدن و در مقابل تو گپا را میزنن که این گپا عیسی علیه السلام گفته، میگه دروغ میگن، نه در کتابشان است و نه عیسی علیه السلام. چطور امکان داره که الله یک شخص خوبی را مثل عیسی علیه السلام من حیث پیغمبر خود بفرسته، باز پیغمبر الله بخیزه قسمی کفریات بگویا استغفر الله، ثم یقول، باز بگویا للناس، بر مردم کون عباد لی، بر ما بنده شوین. نه 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 نه، این دروغ است، این دروغه. هیچ وقت پیغمبران نمیگن. ولکن کونو، لکن پیغمبران چی میگفتن؟ میگفتن شوید، باشید ربانیین، بنده های واقعی الله، بنده های موحد الله باشین. بما کنتم تعلمون، به سبب ای که شما تعلمون تعلیم میدادید، الکتاب، کتاب را. و بما کنتم، و به سبب از ای که شما تدرسون درس میخوانید. ولا یأمرکم، و شما را امر نمیکند ان تتخذوا، ای که شما بگیرین الملائکه، ملائکه را، و النبیین، یا پیغمبران را، اربابا، معبودان خود. نه نه نه، هیچ وقت این کار اونا نمیکنه که شما یا ملائکه را ربتان بگیرین، یا مثلا پیغمبرا را یأمرکم، آیا شما را امر میکنه بالکفر، با کفر؟ پیغمبر شما را با کفر امر میکنه؟ شما سر پیغمبرتان تهمت میکنید بعد اذ انتم مسلمون، بعد که شما مسلمان هستین؟ نه، این وفد نجران گفت که شما متاسفانه دروغ میگین، سر پیغمبرتون تهمت میکنین، اشتباه میکنین. هیچ وقت پیغمبری که از جانب الله آمده باشه، نه موسی علیه السلام، نه عیسی علیه السلام، نه ابراهیم علیه السلام، این کارا را هیچ وقت نمیکردن. و اذ، و هنگامی که اخذ الله، و گرفت الله متعال میثاق النبیین، میثاق و عهد و پیمان گرفته از پیغمبران. چه قسم پیغمبر از اونها بگیره؟ لما آتیتکم، وقتی که بر شما دادم، من کتاب، یک کتاب را، و حکمت و سنت را. ثم جاءکم، بعد از او بیای بر شما رسول، دیگه پیغمبری که مصدق، تصدیق کننده هست، لما معکم، با آن کتابایی که به نزد شماست. لتؤمنون به، انت میگه ما از پیغمبرها عهد گرفتیم که شما برای امتهایتان بفهمانید که وقتی پیغمبر الله بعد از ما میایه، کتاب را میاره، شما لتؤمنون به. اینجا 3 دفعه توکید است، لام توکید است، نون توکید ثقیل است، یعنی 3 دفعه حتما 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 باید شما به این پیغمبر ایمان بیارین. ولا تنصرنه، و حتما حتما شما باید این نصرت بکنین. این حقیقت خوینی است. قال اقررتم، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت آیا اقرار کردید؟ و اخذ الله متعال بر پیغمبرها گفت، قال گفت الله متعال بر ازمی پیغمبرها، اقررتم، آیا اقرار کردین به میگه که وقتی که بعد از شما پیغمبر بیاید شما به او ایمان میارین و او را نصرت میکنین و امتتان هم میفهمانین و امی عقیده شما هست؟ آیا اقرار کردین؟ و اخذتم علی ذلکم اسری، آیا
این پیمان مرا گرفتین و اخذتم ما گرفتیم علی ذالکم به میگه اسری پیمان مرا. قالوا میگه پیغمبرا گفتن که اقررنا ما اقرار کردیم. قال گفت الله متعال فاشهدوا پس شاهد باشید و انا معکم من الشاهدین و ما هم امرای شما از جمله شاهده. الله شاهد است که الله متعال پیغمبرا را این تو گفته و پیغمبرا صادق و راستگو هستند. فمن تولى پس هر کسی که رو بگرداند بعد از ذالک فاولئک هم الفاسقون پس اینا فاسق هستند. یعنی فاسق کی؟ الخارج عن طاعت الله، اینا خارج هستند از طاعت الله. افغیر دین الله یبغون برشان گفت آیا بغیر از دین الله میطلبند؟ وله و بر الله اسلم تسلیم شدن مسلمان شدن من تمام مخلوقاتی که انس و جن و ملائکه و تمام مخلوقاتی که در آسمان ها هستند و الارض و در زمین هستند طوعا به اراده و اختیار خود و کرها و بدون اختیار خود آنچه که در آسمان ها هست کلش تسلیم الله هست و الیه یرجعون و به سوی الله رجوع میگیم. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم آمنا ما ایمان آوردیم بالله به الله و ما انزل و با آنچه که نازل شده علینا برای ما و ما انزل و آنچه که نازل شده علی ابراهیم و اسماعیل به ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام و الاسباط و به اولاد یعقوب علیه السلام و ما اوتیه و آنچه که داده شده از کتابا بر کی به این ما ایمان داریم که بر موسی علیه السلام کتاب داده شده و به عیسی علیه السلام و به دیگه پیغمبرایی که برشان کتابها و صحائف داده شده است من ربهم از جانب پروردگارشان. لا نفرق فرق نمیکنیم بین احد منهم در بین یکی از ایشان و نحن له مسلمون و ما برای الله تسلیم هستیم مسلمان ها هستیم. و الله متعال آل حکم خدا بیان میکنه که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و من و هر کسی که یبتغی بخواهد غیر الاسلام بغیر از اسلام دینا دینی را فلن یقبل پس هرگز قبول نمیشود منه از وی اینمی دینش بغیر اسلام نه یهودیت قبول میکنه نه نصرانیت قبول میکنه نه کدام دین دیگه و هو فی الاخرة و الله متعال میگه ای در آخرت از جمله چی است؟ من الخاسرین از جمله خسارت کننده ها هستند. کیف چی گونه یهدی الله هدایت میکند الله چه قسم هدایت بکند الله قومی را که کفر و کافر شدن بعد ایمانهم بعد از ایمانشان و شهید و شهادت دادن که ان الرسول حق که پیغمبر حق است و جاءهم البینات و برشان دلایل روشن هم آمد این کل چیز فهمیدن باز والله لا یهدی القوم الظالمین الله متعال هدایت نمیکنه قوم ظالمان را. اولئک همین مردم جزاؤهم جزایشان چی است؟ ان علیهم یقینا که بالایشان می لعنت الله لعنت الله والملائکه و لعنت ملائکه و الناس و لعنت مردم اجمعین تمامی. وقتی که کل الله بر از اینا بگه که ملعون هستین از رحمت من محروم هستین ملائکه بگه که لعنت بر شما از رحمت الله ناامید باشین و دیگه تمام مردم بگه اینا را خالدین فیها همیشه می باشند در همی آتش و دوزخ. لا یخفف عنهم العذاب الله متعال میگه لا یخفف تخفیف نمیشه کم نمیشه عنهم از ایشان العذاب عذاب ولا هم ینظرون و نه هم بر از اینا فرصت داده میشه. الا الذين لكن فرصت است برای زنده ها الا الذين مگر فرصت است برای کی؟ برای کسایی که زنده هستند که تاب و توبه می نمودن من بعد ذلك بعد از این و اصلح تنها توبهشان کفایت میکنه میگه نه و اصلح و اینا باید اصلاح بکنن و بخیزن پیش روی مردم بگن که ما شما را در شرک مبتلا کردم شما را در بدعت مبتلا کردم شما را در کفر مبتلا کردم حال شما اصلاح شوین عقیده صحیح توحید باید بر از اینا توبهشان به این شرط قبول میشن و اصلاحو که اصلاحات برن هم خود اصلاح کنن توبه بکنن و هم دیگرا را بفهمن فان الله غفور رحیم پس الله متعال باز بخشاینده و مهربان است. ان الذين یقینا کسانی که کفر و کافر شدن بعد ایمان پس از ایمانشان ثم ازدادوا کفرا باز زیادت کردن کفر لن تقبل ارگز قبول نمیشه توبتهم توبهشان و اولئک هم الضالون اینی مردم باز گمراه های حقیقی هستند. ان الذين یقینا کسانی که کفر و کافر شدن و ماتوا و وفات کردن و هم کفار در حالی که کافر باشن وقتی که در حالت کفر بمیرن فلن یقبل پس الله متعال میگه هرگز قبول نمیشود من احدهم از یک از ایشان ملء الارض ذهبا به اندازه پری زمین اگر طلا بتن ولو افتدا به اگر فدیه بتن اولئک لهم الله قبول نمیکنه بلکه بر از اینا هست عذاب علیم عذاب دردناک و ما لهم من ناصرین و بر از اینا هیچ نصرت کننده نیست. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا